قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان ما با نزول این قرآن از سوی خویش بهترین داستانها را که پیشتر از آنها آگاهی نداشتی برایت بازگو می کنیم. قصه های قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. قصه اصحاب فیل یکی از عجیبترین قصه های قرآن کریم هست. قصه ای که قبل از ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدت کوتاهی این قصه روی داد و کل منطقه رو یک وارسی کرد و یک بروز کرد. منطقه رو، افکار عمومی که در منطقه بود، اندیشه ها، عقاید و باورها رو همه رو یک تکون محکمی داد و اون صدا و بازتاب اون قصه آنچنان در محیط باقی مونده بود که وقتی که قرآن کریم با پیامبرش حرف میزنه از این قصه و یک سوره از قرآن کریم رو که سوره فیل باشه به این قصه اختصاص میده، سوره بسیار کوتاه 5 آیه، اما حادثه بسیار بزرگ و بزرگی این حادثه چون که بر زبان هاست، در عقل هاست، در همه از اون اطلاع دارند، قرآن از اون به شیوه یاد میکنه که گویا توی محمد و گویا شما ای مؤمنان و گویا همه افرادی که در اونجا بودند یا نبودند این واقعه رو با چشم سرشون دیدند. آنچنان صدا و اثر این واقعه در جامعه مونده بود و در تاریخ ماندگار شد که همه گویا اون رو دیدند. قصه اصحاب فیل در واقع قصه است، حادثه است که خداوند میخواد به ما بگه که قدرت خداست، تنها خداست را که بر همه چیز چیره است و ما دل نبندیم به بتی و به مزاری و به امامزاده‌ای و به قبری. ایمان داشته باشیم به خدا، امیدمون به خدا و دل بکنیم از هر چه که غیر خداست. این حادثه در واقع بعد از این حادثه جایگاه عرب در منطقه بیشتر نمایان شد. تقدس و احترامی که داشتن بیش از بیش شد و این یک نعمت بسیار بزرگی بود و عرب ها رو از اون به بعد مردم یا قریشیان رو به وجه خاص بهشون میگفتن اهل الله، اینایی که خداوند ازشون دفاع کرد، اینهایی که خداوند ارتش ابابیل رو فرستاد تا سپاه ابرهه که برای ضربه زدن به خانه خدا در آغوش اینها بود، اینها پیش خدا عزیز هستند. مقدماتی بود برای ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در این حادثه ما چیز عجیبی رو مشاهده می کنیم. قریشیان و اهل مکه بت پرست هستند. در خانه خدا بیش از 360 بت اونجا گذاشته شده و پرستش میشه، در حالی که ابرهه و سپاه ابرهه مسیحی هستند و حداقل پیش خدا عزیزترند از مشرکان مکه. اما این حادثه اومد تا بگه که نه، خانه خدا عزیز هست، جایگاه خاصی رو برای خودش داره. میخواد این سوره به ما بگه که ای قریشیان، شما ارزش این رو نداشتید که خداوند سپاه ابرهه رو نابود کنه به خاطر شما، اما نه،
خداوند این کار رو کرد به خاطر ماندگار بودن خانه توحید، این خانه ای که چندی بعد در اینجا پیامبر توحید برانگیخته خواهد شد. قصه از این قرار بود که ابرهه که والی پادشاه حبشه بر یمن بود، وقتی میدید که همه عرب ها چشم دوختند به کعبه و هر وقت میان کعبه، تجارتشون کعبه شده است مرکز تجارتی، مرکز ترانزیت تجارتی شام و یمن و همه به اونجا میرن. به خاطر خودشیرینی کردن پیش پادشاه حبشه یک کلیسایی در یمن ساخت به نام قلیس و هدفش این بود که مردم رو دعوت کنه به جای اینکه شما برید به کعبه در مکه مکرمه در یک جای دوردست در بیابانهای بی آب و علف، بیایید به این قصر من و یک بسیار ساختمان بسیار زیبا و بلندی رو برپا کرد و این رو عبادتگاه اعلام کرد. اما خب این پیش عرب ها هیچ ارزشی نداشت. اون خانه توحید ابراهیمی بود. الان برن پیش این خانه ای که یک حبشی احمق ابلهی اون رو در یمن بنا کرده، این امکان نداشت. ابرهه در پی این بود که خب به خاطر جلب مردم باید کعبه رو ویران کنه و در پی یک بهانه. در روایات اومده که یکی از قریشیان وقتی که این حرف رو شنید از عصبانی شد و از مکه حرکت کرد، رفت به یمن و در همون کلیسای ابرهه کثافت کرد و به در و دیوار کلیسا مالید. اما روایت چندان به اصطلاح معقول به نظر نمیاد، چرا که همچنین کلیسایی حتما از نگهبانهای خاصی برخوردار بوده و افرادی از اون مواظبت میکردن. شاید اون چی که اتفاق افتاد این بوده باشه که ابرهه چون که در پی یک بهانه‌ای بود که این حرکت ناشایست خودش رو توجیه کنه، خودش یکی از اطلاعاتی‌های خودش رو وظیفه میده که بره همچنین حماقتی کنه و داخل این عبادتگاه ابرهه اونجا کثافت کنه و به در و دیوار بماله. ابرهه از این سوژه استفاده ابزاری کنه، همه دنیا رو برانگیزونه و یک تبلیغات گسترده‌ای رو راه بندازه و این رو بهانه کنه برای حمله به کعبه. و چون این کرد. ابرهه سپاه بسیار بزرگی رو تهیه دید و این سپاهش رو مسلح کرد به فیلهای بسیار بزرگی، چرا که عرب‌ها با فیل آشنا نبودند و اسب‌های عرب در مقابل فیل‌ها به اصطلاح استقامت نمی‌کردند و فرار می‌کردند، می‌ترسیدند. ابرهه از اونجا حرکت کرد به طرف مکه. خب سپاه بسیار بزرگ ابرهه میخواد کعبه رو ویران کنه و عرب‌ها این هم براشون سخت بود، واسه همین قبایل مختلفی تو راه بر علیه ابرهه به اصطلاح کمر بستند و شمشیر زدند، اما هیچ کسی نمیتونست جلوی این ارتش بزرگ و این فیلهای وحشتناک جنگی وایسه. خلاصه اینکه این سپاه اومد و در کنار مکه اونجا اتراق کرد، آماده حمله به مکه شدند. ابرهه کسی رو فرستاد که بره داخل مکه و ببینه که رهبرشون سردارشون کی هست، که بهشون بگه که جلوی ما وای نسید، ما برای جنگ با شما نیومدیم، ما اومدیم که این کعبه رو ویران کنیم. طرف اومد داخل مکه، پرسید که سردارتون کیه؟ گفتند عبدالمطلب. عبدالمطلب هم انسان بسیار مهیب و بلند قامتی بود و ایشون اومدن پیش ابرهه. ابرهه وقتی که عبدالمطلب رو دیدن که با این هیبت و عظمتش، اومدند از عرششون پایین و روی به اصطلاح فرشی که در کنار عبدالمطلب نشستند و گفتند که چی میخواهید؟ از ما برای جنگ با شما نیومدیم، ما اومدیم این خانه رو خراب کنیم و شما هم توان قدرت دفاعی هم ندارید، پس نه خودتون رو اذیت کنید و نه ما رو. شما چه میخواهید؟
عبدالمطلب گفت که این ما توان هم به اصطلاح جنگ با شما رو نداریم، تنها چیزی که من از شما میخوام اینه که سپاهیان شما وقتی اومدن اینجا مال مردم رو چپاول کردن، از جمله چیزایی که چپاول کردن 200 تا شتر از من، این 200 تا شتر منو بازگردونید. ابرهه وقتی دید که من اومدم که خانه خدای تو رو خراب کنم که این دین تو و اجداد و نیاکان توست، اون وقت تو اومدی حرف از 200 شتر میزنی، واقعا از چشم من افتادی. عبدالمطلب بهش گفت که من صاحب این شترها هستم، اما این کعبه رو صاحبی است و مالکی. خدای کعبه از کعبه خودش دفاع خواهد کرد، من دنبال شترهای خودم هستم. ابرهه شترهای اون رو عبدالمطلب رو داد و به اصطلاح گفت که این خدات میتونه جلوی این همه سپاه من رو بگیره. عبدالمطلب از اونجا اومد به مکه، با برخی از سران مکه رفتند به خانه خدا و چنگ زد به اون حلقه دروازه کعبه و شروع کرد به دعا کردن که بار خدایا هر کسی از خانه خودش دفاع میکنه، تو خودت از خانه خودت دفاع کن، توان ما نیست. و به مردم دستور داد که از مکه خارج شند، برند روی کوها و نظاره کنند که خداوند چه تقدیر دیده است. مردم بالای کوه رفتند و ابرهه شروع کرد به حرکت به سوی کعبه. پیل ابرهه حاضر نبود که به طرف کعبه حرکت کنه. خب فیل بزرگ که حرکت نمی کرد، سایر فیل ها هم از حرکت وامونده بود. وقتی فیل رو به طرف یمن می کردن می دوید، به طرف شام می کردن می دوید، اما به طرف کعبه حاضر نبود که بره. در همین اثنا آسمون سیاه شد. پرندگان ابابیل، پرستوهای ابابیل سر رسیدن، هر پرستویی 3 تا سنگ همراهش بود، سنگ ریزه، یکی به دهنش، 2 تا به چنگالاش، و اینها رو انداختند روی سپاه ابرهه. سپاه ابرهه تار و مار شد. همون حکایتی که سوره فیل در اینجا برای ما نقل میکنه. در این سوره ما میخونیم 5 تا آیه است، خلاصه همه ماجرا. قرآن کریم میفرماید الم تره، آیا ندیدی؟ از بس که این حادثه بر زبانها بود و روایتش متواتر بود، همه از اون آگاه بودند و تعریف میکردند، در هر جلسه و پاتوق هر مجلسی بود، این باعث شده بود که همه اون رو انگار که دیده باشند. الم تره کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ندیدی که خدای تو با اصحاب فیل، با سپاهیان فیل چه کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا مکر و حیله اونها رو نیست و نابود نکرد؟ همه ماجرا در همین آیه خلاصه شد. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. بعد از اون تفصیل بیشترش این بود که و ارسل علیهم طیرا ابابیل، خداوند پرستوهایی رو که گروه گروه اومدن آورد برای جنگ با اینها. این پرستوها چیکار میکردن؟ ترمیهم به حجارت من سجیل، با کلوخ‌های بسیار بسیار ریزی به اندازه عدس یا کوچکتر که یک پرستو میتونه حمل کنه، اینها رو آوردن و این سپاه رو بمباران کردن. بمب افکنهای الهی اومدن این سپاه قوی ابرهه مغرور و خودخواه رو تار و مار کردن. فجعلهم کعصف مأکول، اونها رو اونطوری حتی تشبیهی که خداوند براشون میده، اینا ارزش تشبیه دادن به یک چیز خوب رو ندارن. اینها رو خداوند مثل یک کاهایی که گاوی یا الاغی و خری اون رو بجوه و تف کنه یا بجوه و مدفوعش کنه و اون مدفوعش زیر پاها تیکه پاره بشه، مثل اونها این افراد تیکه پاره شدن و از بین رفتن و قدرت خدا اینطور نمایان شد و همه قدرت خدا رو با چشم سرشون دیدن. این حادثه بسیار بزرگ و تاریخ ساز قبل از میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد و مقدمه و اشاره و پیامی بود برای این میلاد بزرگ. قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره
سوره فیل در خودش با وجود اینی که آیاتش 5 تا آیه بیشتر نیست، در خودش و در مضمون این حادثه درسها و اندرزهای بسیاری رو در بر گرفته. از جمله این درسها به چند مورد در اینجا اشاره میکنیم. یکی اینی که چه بسا خداوند عذابی رو از قومی برطرف میکنه یا قومی دیگر رو عذاب میده به خاطر یک قومی دیگری. یعنی عذاب رو خداوند از قریش برداشت و ابرهه رو تار و مار کرد. به خاطر چی؟ به خاطر خانه خدا، نه به خاطر قریش. قریشیان که از ابرهه و سپاه ابرهه بهتر نبودند، بلکه ابرهه مسیحی بود و سپاهش مسیحی بودند و حداقل از بت پرستا بهتر بودند. اما خداوند اون ظالمان ستمگر رو که مستبد بودند و میخواستند تجاوز کنند بر خانه خدا، به خاطر حفظ خانه خدا خداوند قریشیان رو نجات داد و ابرهه و سپاهش رو تارمار کرد. این سنت الهی است که خداوند عذاب دنیوی رو احیانا دفع میکنه، دور میکنه به خاطر چیزی دیگه ای که نه به خاطر صلاحیت و ارزشی که اون قوم داشتن. مثلا خیلی وقت هاست که خداوند از ما عذاب رو دور میکنه به خاطر بچه ها، به خاطر ناتوان ها. حتی خداوند سپاه رو، اسلام رو پیروزی میده خیلی وقتا به خاطر دعای عاجزان و ناتوانان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که بخاری و امام احمد آوردن میفرماید انما تنصرون بضعفائکم، چه بسا که خداوند شما رو پیروزی میده به خاطر ضعیفان و ناتوانانی که در پیش شما هستند. و این یک نوع تشویقی است که ما به ضعیفان و ناتوانان برسیم که همینها خیلی وقتا باعث میشن که خداوند به خاطر اونها ما رو پیروزی بده. و این سنت الهی احیانا بدین صورت تحقق پیدا میکنه که هلاکت ظالمان که میخواهند یه چیزی رو که باید حفظ بشه و ارزش داره و قداست داره اون رو از بین ببرند، خداوند اونها رو به اصطلاح تار و مار میکنه. افرادی که میخواستن خانه خدا رو از بین ببرند، خداوند اونها رو تار و مار کرد. و اینی که دفع عذابی که شایسته اون هستند، اما به خاطر اینکه احتمال داره یک ضرری به دیگران برسه، احتمال داره که وقتی یک عذابی بیاد، مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیبیه بودند، مشرکانی که پیامبر رو از مکه رانده بودند، ظلم و ستم روا داشته بودند، الان با قلدری میخوان جلوی پیامبر و سپاه اسلام رو بگیرن. خب مؤمنان میتونستند با یک حمله نابهنگام و یک شبین خون زدن مکه رو فتح کنن، یک خونریزی بشه و جنگی بشه و آخر این قلدران پوزهشون به خاک بانیده بشه. این امکان داشت، اما خداوند متعال این رو نخواست. چرا؟ این قریشیان مستحق این عذاب بودند، مستحق بودند که همچنین بلایی سرشون بیاد، اما خداوند این رو نخواست. به خاطر چی؟ اون چیزی که در سوره الفتح خداوند به اون اشاره میکنه که خداوند متعال ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، آیه 25، که در مکه چه بسیارند برخی از مؤمنان، زنها و مردها که در دلشون ایمان هست، ایمانشون رو پنهان کردند، در مکه زندگی میکنند، شما اونا رو نمیشناسید. اگر شما حمله کنید به مکه و مکه رو تسخیر کنید، از دست مشرکان بگیرید، احتمال هست که این برخی از این مؤمنان هم کشته بشند و به اینها هم ضرری برسه. به خاطر اینی که ضرر به اینها نرسه، خداوند به اصطلاح پیامبرش رو اجازه نداد که حمله کنه به مکه و پس خیلی وقتا رفعی میشه، عذاب برداشته میشه از قومی که مستحق عذاب هستند تا نشاید
کسانی که مستحق نیستند در این میان هم به اونا ضربه‌ای وارد بشه. نقطه بعدی که از این سوره برداشت می‌کنیم اینه که مجازات تجاوزگران در حالت ناتوانی مؤمنان خداوند این رو بر عهده گرفته. خداوند وقتی میخواد یک قومی رو عذاب بده غالباً به دست مؤمنان اونها رو پوزشون رو به زمین میماله و حقشون رو کف دستشون میذاره. در سوره توبه آیه 14 و 15 میخونیم که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبکم و یذهب غیظ قلوبهم. با اونها بجنگید، خداوند اونها رو عذاب میکنه به دست شما، اونها رو ذلیل و خوار میکنه به دست شما. شما رو خداوند یاری میده تا اون خشم و غضبی که در دلهای مؤمنان هست، اون عصبانیتی که مؤمنان در دلهایشون انبار شده به سبب این همه ظلم و ستمی که کافران روا داشتن، تا اون هم بره و خداوند چنین کافران رو، مستبدان رو به دست مؤمنان به اصطلاح عذاب میکنه. و سنت الهی احیانا به این صورت میشه که خداوند خودش یک تجاوز و دشمنی رو از مؤمنان بر میچینه وقتی که مؤمنان از دستشون بر نمیاد، توان ندارن، اما به شرطی اینی که این ناتوانی مؤمنان دلیل کوتاهیشون نباشه، از تقصیر و کوتاهیشون نباشه. همه ایمانشون رو به کار گرفتن، توانشون رو به کار گرفتن، با ایمان سترگ فولادین، با توان و زحمتی که در اختیار داشتن، ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، اومدن در میدان. اینجا دیگه خداوند اجازه نمیده که کافران بر اونها چیره بشن. مؤمنان در بدر چون این حالتی رو داشتن و اینجا بود که عذاب الهی اومد در شمشیر فرشتگان و اون سپاه ظالم و ستمگر بدریان تار و مار شد. خداوند متعال در سوره غافر آیه 51 میفرمایند انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما در دنیا و آخرت و یاری میدیم پیامبرانمون رو و مؤمنان رو یاریشون میدیم، با اونها هستیم، با حجت و برهان با اونها هستیم در انتقام گرفتن از ظالمان. که خب اما احیانا ما میبینیم که گهگداری دشمن در شکل ظاهری بر مؤمنان چیره میشه که این خودش یک نوع ابتلا و آزمایشی است برای مؤمنان و مؤمنان در اینجا آماده باید بشن برای ساختن خودشون تا لیاقت این نصر و پیروزی رو داشته باشند. نصر و پیروزی که خداوند اون رو برای مؤمنان ضمانت کرده در سوره روم آیه 47 که فرمودند و کان حقا علینا نصر المؤمنین. حق است و ما به عهده گرفتیم، ضمانت کردیم یاری دادن مؤمنان رو. و نقطه سومی که از این سوره برداشت میکنیم که مسیر همه چیز دست خداست. قدرت خداست. هر سختی یک گشایشی در پی داره. فإن مع العسر یسرا، بعد از هر سختی گشایشی است. و ان مع العسر یسرا، بعد از هر سختی گشایشی است. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که به اصطلاح یک سختی در مقابل دو تا گشایشی که در این آیات قرآن کریم بهش اشاره شده به اصطلاح استقامت نخواهد کرد و پیروزی بر دشمن همیشه با خواست خداست و مسلمون نباید در هیچ حالتی به اصطلاح ناامید بشه و نباید هم غافل بشه از دعا و نیاز رازوزاری کردن پیش خداوند و بردن نیازش پیش خداوند. اون چیزی که عبدالمطلب اون رو خوب درک کرده بود و رفت خانه خدا و اونجا دعا کرد و خداوند مؤمنان را پیروزی میده وقتی که مؤمنان توشه ایمان رو به درستی برگیرند و توان و قدرت مادی رو با وعدوا لهم ما استطعتم من قوه رو برگیرند و اون وقت است که خداوند در کنار اونهاست و اونها رو بر دشمنان دین و دشمنان ایمان و دشمنان اسلام و مسلمان ها پیروز خواهد کرد. نیاز هست که ما ایمانمون به خدا قوی باشه و
خودمون رو آماده کنیم برای این لحظاتی که خداوند به دستان ما ظالمان و ستمگران رو پوزهشون رو به زمین بمانه و خداوند در کنار ما باشه، چرا که ما ایمانمون رو آنچنان ساختیم که خدا خواسته و از قدرت‌های مادی و توان و قدرت‌هایمون رو به کار بردیم و اون آمادگی رو گرفتیم که لیاقت پیروزی رو هم داشته باشیم. قصص الأوائل عبرة وبيان وبهدي